عزیز تاک شوی پیچتابی زمان را آغاز می نماییم و موضوع امروزه را دوستان دلکش عنوان گذاشتیم. برای چی ما امروز دوستان دلکش خود را در این تالار باشکوه در این بزمگاه با نام سیحون جمع آوردیم، زیرا امروز می خواهیم با همه آنها صحبت گرم و صمیمی داشته باشیم و موضوع صحبت را نیز از باب عائله داری، فرهنگ و مدنیت عائله داری آنها پرسیدنی هستیم، زیرا عائله مکانی است که آنجا انسان آرامش خود را البته می‌یابد. نوبسته از سن و سال، کسب و کار، هر یک نفری که در این تالار حضور دارد صنعتکار است، هنرمند است، سراینده است، رقاصه است. او پیش از همه زن است، مرد است، مادر است، پدر است، شاید مادر کلان هم هست و بابا هم می باشد و بنابر همین ما امروز تصمیم گرفتیم که زندگانی پس صحنوی هنرمندان را با هم مطرح کرده باشیم، صحبت کرده باشیم و البته امروز طول یک چند ساعت ها شمایان را سرودهای دلنشین، رقصهای جذاب، صحبتهای گرم و صمیمی و گوارا، هزل و شوخی ها در پیش انتظار است و اینک ما آغاز میکنیم. тамошобинони азиз, ҳамкорони барномаи имрӯзаи мо муассисаи давлатии кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, кохи Суғдиён, театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ мебошанд. ва ҳамчунин сабти сайёри барномаи имрӯзаи мо дар ин базмгоҳи бошукӯҳ, зебо, замонавӣ, толори базмии тӯйхонаи Сайхун ҷараён гирифта истодааст. ҳамаи ҳамин ороишоте ки имрӯз дида истодаед аз оҷонсии ороишотии Эванте мебошад. аз он ҷо шумо метавонед ҳамаи ҳамин ороишотҳоро дастрас намоед ва рӯзҳои хубу хотирмони зиндагиатонро маҳз дар худи бинои оҷонсии Эванте низ
نواربرداری، عکس برداری نمایید و البته نوشاکی تشنشکنی کوکاکولا و شیرینی ها از برند بوندکس همکاران امروزه برنامه پیچتاب زمان سیمای مستقل یکم می باشند. کارشناس برنامه امروزه ما الف عمر علیویچ، پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов و استاد فاکولته صنعتی همین دانشگاه. استاد عزیز، شما رو خوش آمدید میگویم و قبل از همه من از شما خیلی منتظر هستم، چون همیشگی وقتی ما شما رو با برنامه‌های پیچتاب زمان دعوت میکنیم به حیث کارشناس، همیشه وقت یافته البته در برنامه‌های ما اشتراک میکنید، فکرهای مهمان ها را تحلیل میکنید، خلاصه های جالب خود را هم البته بیان میکنید و امروز هم کارشناس کلی برنامه پیچتاب زمان استاد عزیز ما عمر علیویچ هستند. خب استاد، امروز ما در برنامه جنبستی پیچتاب زمان با چهره های آشنا، سیماهای شناخته عالم صنعت ولایت سوخت هم صحبت میشویم. دیروز تحلیل کرده برآمدم دوم سال 2024 همگی 33 برنامه پیچتاب زمان ثبت شده است و از این 33 برنامه 23 برنامه در موضوع عائله و عائله داری، تربیه فرزند، نگاه داشتن ارزش های عائله داری، فرهنگ عائله داری، مدنیت عائله داری صحبت رفته است و بنابراین ما تصمیم گرفتیم که درباره زندگانی شخصی هنرمندان صحبت کرده باشیم. البته شما خود مردی هنر هستید، سلامت باشید، استاد صحنه، استاد صنعت هستید و من البته 100% باوری دارم که با نبض صنعتکاران، هنرمندان شما آشنا هستید و سوال چنین است: در یک وقت پیش بردن هم زندگی، یعنی حیات حقیقی، حیات شخصی پس صحنوی هنرمند و همزمان پیش بردن کار و فعالیت حیات در روی صحنه برای یک نفر شخص صنعتکار این آسان است؟ مرحبا. سلامت باشید. من به نهایت منتظر از اون هستم که در این یک تالاری بسیار زیبا با تکلیف شما در این قطع اشتراک دارم و باید گویم که پیش از همه با آمد سال میلادی 2025 همه کارمندان تلویزیون اسم یک را تبریک میکنم. تمام خوشی های حیات را به شما تمنا دارم. دیدم اینکه صنعتکار شدن یا در جاده صنعت کار و فعالیت بردن بی نهایت مشکل. در بعضی برنامه هایی که همینه در اونجا اشتراک کردم گفته بودم که این پیش از همه از گناه من گذرن، این از طریق خدای تعالی. هر کس صنعتکار شده نمیتواند. خاصتا در امروز زندگانی ما صنعتکار و بینیت بسیار هستند، لیکن ما خاصه صنعتکاران رو روی صحنه میاریم و بینیت حرمت احترام میکنیم و میشناسیم. از این لحاظ حیات صنعتکار بسیار عالی جناب گویم خطا نمیکنم. چرا؟ از کدام جهت؟ از جهت آن که صنعتکار اگر با عقل کوتاهی من اگر در عائله موفق باشد کارش پیش میره. این 100%. من به یگان بالابندی میگویم عائله‌ای که من در آنجا خودم من زندگی میکنم، همراه همسرم، همراه فرزندان، نبیره ها، نگویم که یکم میبیند گوید استاد. همسرم با من جنجال کرده نمیتوانم. من بارها گفته بودم و باز میگم چرا نی چی گپی که میگن حتی بعضا معقول هم نباشد هم مایلش میگه. یا اینکه یگان مثال میبینن بعضا بی یگان بالابندی دو مصرع خوانده میتونن. میفهمید؟ یعنی نمیدونم، ممکن من خطا کنم. مادری بزرگواری من که ما 7 نفر را کلان کردن بچه میگفتن اگر زن را حرمت کنی حرمت میبینی، خلاص. حرمت نکنی نه. زن میتوند توی سرش شنانده گردد، زن میتوند توی پایما کنه. از این لحاظ ممکن تربیه مادرم بود اول، دویم که آن استادانی که به ما درس دادن در دانشکده دولتی صنعتی تئاتری شهر مسکو به نام آناتولی واسیلیویچ لوناچارسکی، آنها هم محض همین خیلی حتی میگفتن که دیدی که همین زن آمده ایستاده است، ایستا. اول راه دیدن، هنرنمایی کردن،
با قدری هنر و صنعت رسیدن نه هر کس به خدای تعالی یعنی وای داده است یک نقمه نصیبه داده است. از این لحاظ من مثلا میدانم اویله های بسیار نمونوی ساحه صنعت شادروان هنرمند مردمی جمهوری ترکستان دوران علی مهدی که اویلشان نمونه بود و تا امروز نمونه هستند، خودشان یک نمونه بودند. من 100% گفته میتونم که یک دوستی عزیز من اویله انور قاسمی است که من میشناسم. سیوم این که من یک دوست میگم اون کسا بیگان بالا بندی بعضا شوخی های بسیار عالی جناب میکنیم. علی واحد سروری کوخی رودکی به نام ابو عبدالله رودکی شهری باستانی خوجند. از این جهت یعنی من 10 نفرها رو گفته میتونم. باز میگم اویله که وقتی که موفق است در اویله تینجی امانی و قول خوجنده باشه سیری پوری هست، البته این صنعتکار موفق میشه. تشکر استاد. سلامت باشید. و خروش آمد تاری دوتارم تا برقص آی زبانگارم. و خروش آمد تاری دوتارم تا برقص آی زبانگارم. تو که زیبایی از همه خوبان با همان قدی سروی خیرامان با همان ناز و حسن و جمالت ببری دل را از جمع یاران. هی رقصیدن ها چه زیباست، چرخیدن ها چه زیباست، رقصیدن ها چه زیباست، چرخیدن ها چه زیباست. خنده ای دل فریب و نازیدن ها چه زیباست. خنده ای دل فریب و نازیدن ها چه زیباست. وصفی تو ترانه خوانم، در جهانی چشمی تو جوانم. بیشکوفت زی دیدنت بهارم، ای روخی بهاری تو خزانم. ای رقصیدن ها چه زیباست، چرخیدن ها چه زیباست، رقصیدن ها چه زیباست، چرخیدن ها چه زیباست. نازیدن ها چه زیباست. خنده ای دل فریب و نازیدن ها چه زیباست. آن همه تمنای تو، آن چشمی شوخ و شعلای تو، واه عجب دلارای تو، دل میبرد سر پای تو. هی رقصیدن ها چه زیباست، چرخیدن ها چه زیباست، رقصیدن ها چه زیباست، چرخیدن ها چه زیباست. خنده ای دل فریب و نازیدن ها چه زیباست. خنده ای دل فریب و نازیدن ها چه زیباست. و خروش آمد تاری دوتارم تا برقص آی زبانگارم. و خروش آمد تاری دوتارم تا برقص آی زبانگارم. و خروش آمد تاری دوتارم تا برقص آی زبانگارم. و خروش آمد تاری دوتارم تا برقص آی زبانگارم. شما در یک روز چند مرتبه به همسر خود زنگ زده، محض به اون کس زنگ زده حال و احوال پرسی میکنید؟ عادتا همسرم با من زنگ میزنه
بسیارتر چون پرسان می شود که کار تمام شده است کی میبید با اختر میبید یک جای یکان خوراک پزی شما با مزه‌تر میپزید گفته خیلی من هم زنگ میزنم کی پیش از رفتن یکان چی گیرم می خانه به یکان چی نارسایی یا فرزندم هم زنگ زده میگوین که دادا جان این چیز بیارید و این چیز بیارید من همین مایلش من همسر شما منیژه بانو رو خیلی خوب میشناسم بسیار زنی خیلی زنی اولی جناب هستند و من فهمیدم میخواستم که مثلا دوامی روز تلفن کرده یعنی زنگ زده ماست برای اون زنگ میزنید یا اون که زنگ میزنند گویند که من شما رو دوست میدارم انا همین گونه حالت هم میشوند البته این گونه حالت هم میشوند پیشتر بسیارتر بود خیلی حاضر کمتر چی میگه کلانتر شدیم فرزندتا که کلان شد این گپا خیلی منیژه رو میدونید بسیار شوخی هم میکند شوخی که موردش البته هم جدی میشوند و هم در موردش شوخی هم کرده میکنند یا که تلفن کرده میگوید که من گوش میکنم شما یعنی اون گپای ناز میگوید نمیفته گپا هست البته و شما میگوید البته حرکت میکنیم ها میگوییم بسیار خوب بهترین در اویله شما در خاندان شما رشک هم جای دارد بین شما و منیژه بانو کی پیشتر بد رشک به فکر من هر دوم بد رشک لیکن منیژه چون چی میگه نامزد علم تاریخ هست کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزشی تاجیکستان می باشد و همین خیلی میکنم که نشان نمیدهد لیکن من حس میکنم که رشک میکند لیکن همین خیلی میکنم که نشان نمیدهد نامعلوم نشان نمیدهد رشک شما چی؟ لیکن ارزانی من این مرتبه بشکرم دیگر خیلی تر البته با منیژه بانو قاسمی و رشک نکردن این گناه هست آینده فرزندان خود را چقدر تصور میکنید؟ آینده فرزندان من خیلی دو دخترم بر همین روی چی است فرهنگ است دختر کلانی هم در ویکیک میخواند در شهر مسکو همین سال داخل شد چون همین راه رو انتخاب کرد داشت خیلی دختری موبایلم سکریپت که مینوازد حاضرش به همین مکتب تمام کنه چی خیلی بعد باز معلوم میشه خوردیش حالا خوردتر؟ خوردیش ولی دویم صیف حالا معلوم میشه لیکن یک همین آوازی پر خواد داره جرنگوسی نمیدونم شاید کس پدرش رو میگرفتگی شاید که همین خیلی باشد انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم آی انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم بیا به بالینم ای اوج فرار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم ای انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم ای انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم شانه می آید
شبنم گلینار بیا به بالینم ای باغ و بهار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم ای انار انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم وای انار انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم وای انار انار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم شبنم گلینار بیا به بالینم олим ҷон маҳмудов хуш омадед ва биёед якбора мепурсем дар тӯи хонадоршавӣ ҳам духтаратону ҳам писаратон суруд хондед ё не охир арзонтар мефаромад ко нахондед барои чи барои он ки ман ёру дӯстҳои бисёр дорам тамоми ёру дӯстҳом дар паҳлӯи ман буданд ва омада хизматҳои шоиста карданд яъне фурсати баромад то шумо нарасид микрофон ба дасти шумо наомад домоддорӣ чӣ хел будааст нақс чанд сол инҷониб шумо хусур хато накунам 5 сол 5 сол мешавад 5-6 сол мешавад ин як муҳлати бисёр як муайян аст ва албатта давоми анами 5-6 сол ман боварӣ дорам ки духтаратон ҳамроҳи домод тез омада меистанд барои дидорбинӣ ба ҳавлии падар хуш ки бошад дар ҳама мавзӯъ бо домод суҳбат карда метавонед ё ин ки мавзӯи суҳбатро интихоб мекунед барои он ки шояд домод наранҷанд акун чӣ хеле ки пештараҳо мегуфтанд дар ҳар як маврид ваи худаш аст яъне меъёр ҳаст меъёраш аст меъёрро риоя мекунед албатта вагарна чӣ мешавад майлаш механдем инҷо ва идома медиҳем акнун арӯз чӣ хел дар хонаи шумо як нафар духтараки нозанин бо умед арӯз шуда даромад ба писари азизатон ҳамсар аст албатта ва фикр мекунам ки саҳарҳо барвақтакак аз хоб хеста барои хусурашон хуштоманашон наҳорӣ тайёр мекардагистанд албатта ман шумо мана чӣ хеле ки гуфтид домоддору келиндор ҳастам ман домоддор келиндор не писар боз як писар қабул кардам ва як духтар қабул кардем арӯси нозанини мо албатта саҳар мехезанд тамоми корҳои хонаӣ мекунанд ва болои ҳамаи ин бо ва одам донишҷӯ ҳастанд донишҷӯи курси дуюм ҳастанд дар донишгоҳи илмҳои дақиқ таҳсил мекунанд ва ман аз ҳамаи онҳо ҳам хурсанд ҳам розӣ ҳастам бисёр хуб домодатон мабодо санъаткор не не ҳамин домод ва арӯз шуморо чӣ гуфта муроҷиат мекунанд падарҷон мегӯянд дадаҷон мегӯянд ё дадо мегӯянд чи дадоҷон ва худро чӣ хел эҳсос мекунед вақте арӯси хонадон шуморо дадоҷон гӯянд як пиёла чой дароз мекунад беҳтарин рӯзҳои хушбахтӣ хурсандӣ دلم را در بری می ناشکست دلبر امشب دلم را در بری می ناشکست اهل صحبت را دل از این شوخی به جا شکست شوخی به جا شکست اهل صحبت را دل از این شوخی به جا شکست شوخی به جا شکست کیفان را زینم هوشیار میبینم چی شد شیر کیفان را زینم هوشیار میبینم چی شد نشعه بود و شکست از ناز آن را ناشکست نشعه بود و شکست از ناز آن را ناشکست ناز
نظری آن را ناشکست یار از ما دل را بود و ارزانش فروخت یار از ما دل را بود و ارزانش فروخت داشت با ما عهدی سوست افسوس هم آن را شکست داشت با ما عهدی سوست افسوس هم آن را شکست افسوس آن را شکست گفتمش ای ماه شوخی با تبسم گفت نه در میانی ابروانش چینی استغنا شکست گفت بین عاشق و معشوق جای شکوه نیست گفت بین عاشق و معشوق جای شکوه نیست شمعی سنگین دلی بود است دلی ما را شکست شمعی سنگین دلی بود است دلی ما را شکست دلی ما را شکست دلبر امشب دلم را در بری می ناشکست دلبر امشب دلم را در بری می ناشکست اهل صحبت را دل از این شوخی به جا شکست شوخی به جا شکست اهل صحبت را دل از این شوخی به جا شکست شوخی به جا شکست مبارک باشد هم سال نوی میلادی و هم توی تانتنا باز یک نفر دختر به خانه شما آمدند باز یک نفر عروس نازنین را قبول کردید و شما را پدرجان گویان اعزازداری میکنند. البته من خوشحال هستم که من یک دختر داشتم صاحب با دو دختر شدیم بهترین البته نزدیکی من رسا 2 ماهی پوره می شود که ما باز یک عروس بر خانه ما فرزند ما شیراز جان به خانه بدر کردیم البته شادیم که همه وقت کی در خانه بیان دادا جان میگن کی وقتی خوروک سحری نصف روزی بیگاهی همه وقت خلاص مومن گیریم از زبان دختران از شکر زبان میریزد عروسان اصل میریزد اصل همه وقت پدر جان دادا جان آیا جان مادر جان این کلمه که اگر هر یک دختر در خانه اگر عبرت تربیه گرفتگی باشد البته همون تربیه گرفتگی همون کلینی میشدگی در خانه آمده در خانه دیگه جا آمده البته با سخنی نیک ما رو شاد اکنون گوش کنید اگر رفت از یگان نفر عروستان 2 نفر عروس نازنین دارید یکان کمبودی کوتاهی گذشت اولین شده شما ایراد میگیرید یا همسرتان برای اون که اصلاح شوند این تربیه است خودم هم بسیارتر ایراد میگیرم لیکن پنهانی میدونم که بی کمبودی نمیشه لیکن از من پیشم ممکن همسری منم گرفته باشد لیکن حرکت میکنم که همون ایرادی که میگیریم سازنده باشد تربیوی باشد همون درست پا میفهمونم و عروسان در آنجا عروسان در آنجا که جوانا اینا آینده حرکت میکنیم که همین ایراد نگیریم همین روح خوب و تربیوی باشد و همین خدمتی مهم همین خدمتی هر دو طرف کنم برای ما بهترین تشکر سلامت باشید سلامت باشید به تو دیگر
زندگانی زارای منو ندارد به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا ندارد به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها ندارد به تو دیگر عشق است در دلم جای ندارد به تو دیگر ابری حسن قطره بارون ندارد به تو دیگر غم هجران در دلم پایان ندارد به تو دیگر از برایم مشکلی آسان ندارد به تو دیگر نمیدانی دردی من درمان ندارد به تو دیگر زندگانی زارای منو ندارد به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا ندارد به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها ندارد به تو دیگر عشق است در دلم جای ندارد عاشق وصالی همیشه آرزو دارد بلبل مثالی گل طاقت شب ندارد این دل در فراق به کسو تنها بماند تا کی عزیزی من بشینم در انتظارت به تو دیگر زندگانی زارای منو ندارد به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا ندارد به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها ندارد به تو دیگر عشق است در دلم جای ندارد طاقت غم ها ندارد لحظه زیبا ندارد استاد عزیز البته خیلی که گفتیم یک چهره بودن یعنی شخصیتی معروف بودن خیلی یک مسئولیت کلان رو هم دارد و در برابری خب چهره آشنا سیمای آشنا بودن این فکر میکنم که دو پهلوی خود رو البته ایجاد میکند هم پهلوی مثبت و هم پهلوی منفی من از زبان شما شنیدن میخواهم که خب مشکلی در چیست و خوبی و موفقیت انا همین گونه انسان ها رو در چی میبینید؟ بسیار سوال عالی جناب. صنعت در جاده صنعت چیزی که در بالا گفته گذاشتم کار کردن هنرنمایی کردن چیزی که گفتم از خدای تعالی و آمدی کار یا که ناآمدی کاری همون صنعتکار پیش از همه وابسته البته از خودش دویم آنی که کیها گرد و اطراف وای با ارزی وجود دارن یعنی البته همسر البته فرزندهایی که با یک نگاه صنعتکار را فهمد تصور کنید برای یک در تئاتر مثلا یک صحنه ماندن صنعتکار تو به وقتی شب کار میکنه تا ساعتهای 10 شب 11 حتی 12 شب بعضا همین خیلی میشود که ما
در وقت این یا اون کوریت و دیپلمی برآوردن در فاکولته لیسان دانشگاه دولتی خوجند، حتی بچه خواهش میکنن که همونجا خوب کنن پگاه خسته با کار برن. باور کنید. یعنی من چی گفتنی؟ همه کار از اون وابسته که گرد و اطراف صنعتکار بوده 100% باید هم فکر و شدن است. وگرنه مشکلی ها ایجاد شدن است. برای من تا اون جایی که میدونم صنعتکارانی که مثلا برآمده سرود میخونن، سرندگان نامی، برای اینکه یک سرود تیار کنن اونها ماها تیار میدن. با کلیبی ناگفته نماند، با کلیبی یک کنسرت بسیار عجیبی، بسیار علوچی فرهنگی جمهوری تاجیکستان، سرندگی بسیار نامی مومن جان مولایف در تئاتر خواجه کمالی خوجندی برقرار شد. وای وقتی که برآمد کرد گفت که من برای یک تا سرود تیار کردم، من قریب 6 ماه فکر کردم، نزد استاد جلیبک مرادوف رفتم، از اون کس مصلحت پرسیدم، اون کس رفتار و کرداری که در اون حتی کلمه هایی که در اونجا من باید تلفظ کنم فهموندن اختر دادن من. بعد من این سرود تیار کردم، سرود با نام خوب. یعنی چی گفتنی؟ من فقط مومن جان مولایف گفتنی نه، یعنی همه صنعتکارانی که پیش از همه خود را حرمت و احترام میکنن، با قدری صنعت میرسن، کسب خود را حرمت و احترام میکنن، با قدری کسب خود میرسن، البته موفق میشن. و پیش از همه باز گفتنی هستم که این پیش از همه وابسته از عائله‌ای که در آنجا آنها زندگی بسر میبرن. همصحبت نوبتی من هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان و همزمان جمهوری ازبکستان تلقین تاجیبویف هستند. خوش آمدید استاد عزیز به برنامه ما و پیش از همه مبارکبادی ما را قبول کنید چون عنوان افتخاری هنرپیشه مردمی جمهوری ازبکستان نیز نصیب شما گردید. سلامت باشید. و از بس که امروز ما در مورد فرهنگ عائله‌داری صحبت میکنیم، من قبل از همه از شما پرسیدنی هستم که خب وقتی شما عائله برپا کردید، خانه‌دار شدید، شما الکی صنعتکار سراینده بودید یا اینکه دیرتر بعد برپا شدن عائله همین راه صنعت را انتخاب کردید؟ نه، البته من از دوره جوانگیم الکی من صنعتکار بودم. یعنی شما رو دیده و دانسته داماد انتخاب کردن. خوش دامادتان شما رو عزت میکردن، دامادتان گفته. خیلی جوان بودم اون وقتا درباره صنعتکار عقیده مردم دیگه بود، لیکن فهمیدن که این داماد ناز بوده است، صنعتکار ناز بوده است، البته مهر پیدا کردن و همچنین فرزند خود حرمت میکردن. بسیار خوب، بسیار خوب. و عائله دار کردن فرزندان برای صنعتکاران این آسان است یا مشکلی های خود را دارد به فکر شما استاد؟ خب صد همین کسب و کار شما صد راه خانه‌دار کردن فرزندان هم شدنش ممکن؟ نه، صنعتکاران مانند دیگه مردم ها هیچ فرقش نیست. و فکرم دیگه مردم چه باشد همین صنعتکارها هم نیست، همین خیلی چی میگوید جای نازش هست، گندش هست، البته فرق حالا. صنعتکار نیست به جز آن که در صحنه محبوب خلق است، حیات شخصی خود را هم دارد، پستی و بلندی ها در زندگیش هست، چون است؟ به این نمیشد. نبیره ها چند نفر شدن استاد؟ خدا با بیادش کرد 16 نفر، 5 فرزند دارم. بسیار خوب. وقتی در چورابینی ها برآمد میکنید، در کنسرت های مثلا شخصی خود را برپا میکنید، آنها نیز اشتراک میکنند؟ البته. باری هم شده است که بابای من گویان شما رو شناخته دویده روی صحنه برآمده باشند؟ همین گونه حالت ها بود؟ نه، خیلی بود. یعنی من به استادی میدم فرزندان نبیرانی، لیکن البته لیکن من یک دو نبیره من، 3 نبیره من وایبه میخواند مکتب پرزیدنتی و پیش از در آمدن همین سرود دولتی من میمانده تاجیکستان. خیلی کیم میداند کیم نمیداند اونجا یک خلاف است که بابای این گفت یه نگو من بابای من میگفت از بچه های فهمم. تشکر استاد عزیز، تشکر که امروز در محفل ما اشتراک کرده، آن را گرم نگاه داشته ایستادید و البته ما از شما سرود امیدوار. مغلی شوخ جانا بون شبی پرواlı Kılma gil
شوخ جانا buncha beparvolik bir mening rayim bila bo'l tavbakay xudroylik ham tuni qon yig'larimning mehnatin ko'nglim bilur garchi ko'zimga ko'rinmas buncha xuntoylik garchi ko'zimga ko'rinmas buncha xuntoylik qilmagili shu hijona buncha beparvolik farah baş olmagan necha qilg'ayki nasimi subhan barsoylik toki tug'di ahtarida lat saodat burjidir qilmadi bir kafka bul oy dek jahon oroylik qilmadi bir kafka bul oy dek jahon oroylik qilmagili shu hijona buncha beparvolik topilmas bir gülibi har olam bog'da bog'lar toka yetkay chaman piroylik demagil bayrak beparvo durur sultoni husn podshahdurni ajabgar qilsa beparvolik qilmagil shu hijonon buncha beparvolik qilmagil shu hijonon buncha beparvolik buncha beparvolik سری هنرمند معروف شناخته استاد صنعت اینجا دولتمند قطب‌الدینов نشستند در پهلوی من. البته پدر شما را همه میشناختیم. شادروان بسیار انسان خوب هم بودند، در برابر آن که صنعتکار اصیل بودند عائله‌دار نمونوی هم بودند و البته من باوری دارم که شما هم همین کسب پدر را، هنری پدر را، صنعت پدر را که ادامه داده ایستاده در عائله‌داری نیز مثل پدر نمونه هستید. یا من خطا میکنم؟ البته بسیار چیزا رو ما از پدر آموختیم، هم هنر رو، هم مناسبت با عائله رو و تربیت فرزند رو. بسیار خوب. چند نفر فرزند دارید؟ من خدا با شکر صاحب 3 فرزند می باشم. 2 نفرش در جاده صنعت همراه من هستند. بهترین. اونها علاقه دانشگاه رو هم ختم کردن؟ نه، به مکتب صنعت بچگان تحصیل میکنن. عائله دار کردید یا نه؟ نه والا. آنها پسر به فکرم 3 پسر. بوری هم در خردی مثلا فرزند شما یکی از آنها شاید گفته بود که پدر جان دیگر سرایندگی نکنید، سرود نخونید، بهتر میشد شما یک گشتینگیری پهلوان شوید، بهتر بود. میگفتند یا نه؟ نه چون در جایی که شما زندگی میکردید پهلوان های نامی تولد شده به وای رسیدند. البته فرزندای منم با من پیشنهاد دادن که کسب بابا رو آموزید. یعنی اونها خرسند و قناعتمند هستند.
یک سوال دیگر در توی ها شما بیشتر با فونوگرام سرود میخونید یا اینکه طریق زنده با آواز زنده؟ البته من در آشای نهار با طرز زنده سرود میخوانم. بهتره. در توی چی؟ شبیه بزم؟ هر دویش رو استفاده هر دو. میبریم. چو رفتم از کنارت جان شیرین، مرا بر یاد آوردی تو یانم. چو رفتم از کنارت جان شیرین، مرا بر یاد آوردی تو یانم. چو بودی گاه شاد و گاه غمگین، مرا بر یاد آوردی تو یانم. دمی که چشم بگشادی تو از خواب، مرا بر یاد آوردی تو یانم. یاد آوردی، یاد آوردی، مرا بر یاد آوردی تو یانم. از راستی شب‌های مهتاب، مرا بر یاد آوردی تو یانم. تو همواره بگو گو دست بسته، مرا بر یاد آوردی تو یانم. حدیثی عشق را گاهی شنیدن، مرا بر یاد آوردی تو یانم. یاد آوردی، یاد آوردی، مرا بر یاد آوردی تو یانم. من نزدت آمدم تا باز بینم، برا هم انتظار هستی تو یانم. و یادت تا سحر بیدار بودم، براحت با دو چشمی چار بودم. کجایی تو برابر پیشوازم، برا هم انتظار هستی تو یانم. مرا بوده است با تو بخت و اقبال، برا هم انتظار هستی تو یانم. یاد آوردی، یاد آوردی، مرا بر یاد آوردی تو یانم. یاد آوردی، یاد آوردی، مرا بر یاد آوردی تو یانم. مرا بر یاد آوردی تو یانم. میدونید چه یک سرود بسیار سرود خیلی جالب و دلنشین است و دیر باز ورد زبانم میگردد. میدونید کدام سرود است؟ با تو خوشبختم. و حتی در خانه هم در اویله همین سرود را بلند کرده گوش میکنم و اون سرود را سراینده محبوب خلق، سراینده دوست داشته همه ما و شما انور جان احمدов میسرایند. خوش آمدید به برنامه امروزه ما و همین سرودتان فکر میکنم که دلی هزاران نفر زنها را تسخیر کرده است و من میخواستم فهمم که محض همین سرود چه خیلی تولید یافت و به کی بخشیده شد؟ نه خود به همه عائله ها بخشیده شده باشد؟ البته
суруд худаш бо ту хушбахтам ном дорад. Маълум аст ки барои ҳамсари меҳрубонам сароидаам. بهترین. албатта ман яке аз хушбахтарин инсонҳо ҳастам ки ҳамсари меҳрубон дорам. албатта бо ҳамсарам бо аҳли оилаам хушбахт ҳастам. بهترین بهترین. من میدونم که شما 4 نفر فرزند دارید و سال اگر خطا نکنم 2014 بود فرزند خورده شما امیرجان. تولد شدن امیرجان و 2014. ما به خانه شما تشریف در آورده یاد دارم. نوار گرفته بودیم و فکر میکنم که الکی امروز فرزندان هم به وایه رسیده ایستادن. آنها مکتب میانه رو کدامی ختم کردن کدامی حالا تحصیل میکنن؟ албатта фарзанди калони ман шӯҳратҷон дар хитой дар курси 1 таҳсил мекунад ва بهترین. 3 тои дигараш дар мактаб ҳоло таҳсил дорад. پس گوید انورجان شما با مجلس های پدر و مادران هم میروید؟ аз ростӣ یا не مادرشان میروند؟ модари фарзандон بیشتر мераванд. مادرشان албатта. میروند. انور احمدов یکون روزی خب استراحتی هم داشته باشند یا همه وقت در албатта توی و албатта не баракаҳо барои ва чӣ чорабиниҳо. ҳар тӯйҳо худаш мавсим дорад ва дар дигар рӯзу моҳҳо дар хона бо аҳли оила албатта рӯзҳои беҳтарини худро ҳамроҳ мегузаронем. آها. و میدونید وقتی که شخص در عائله همراه اهل عائله است امروز به مود در آمده است نمیدونم برای چی باشد که اکثریت تلفن در دست با تلفن خود مشغول هستند هم خرد و هم کلان. در خانه شما چه خیلی میگذرد همین روزهای استراحتی؟ албатта гуфти шумо ки ҳам дар телефонҳо мана дар инстаграму дигар сайтҳо вақтҳои мо мегузарад лекин кӯшиш мекунем ки бо фарзандон бисёртар ҳамсӯҳбат шавему рӯзҳои худро гузаронем. از همه توی خوب معرکه یا خود توی روز خورسندی که شما آن را گذرانیدید یعنی سراینده اساسی شما بودید در کدام منطقه کشورمان بود انور جان؟ албатта ман бисёр дар базми тоҷикон дар шаҳрҳои федератсияи русия рафта хизмат мекунам. یعنی بیرون از تاجیکستان هم؟ албатта بهترین. дар як сол мумкин як 7-8 маротиба рафта дар ё Москав ё дар Санкт Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия дар маъракаҳои ҳамватанон хизмат мекунем. саломат бошед. раҳмат. تشکر. عشقت چراغی منزلی من هم باغی من هم حاصلی من ای هدیه ای زیبای قسمت نازنینم ای همدلی من فرشته ای خاندانم تو با یک نگاه هم زبانم تو مهربانم قدردانم تو نازنینم ای همدلی من عزیزی یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم مهربانی دل و جانم عزیزی یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم مهربانی دل و جانم تا جاویدان نوبهارم باش گل پرستو گل نثارم باش شکر مهرت در کنارم باش نازنینم ای همدلی من نازنینم ای همدلی من فرشته ای خاندانم تو با یک نگاه هم زبانم تو مهربانم قدردانم تو نازنینم ای همدلی من عزیزی یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم مهربانی دل و جانم عزیزی یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم مهربانی دل و جانم
یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم مهربانی دل جانم عزیزی یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم مهربانی دل جانم یار یکتایم زیبی دنیایم با تو خوشبختم به بهای دل جانم نادره بگیم الدوربек خوش آمدید و همیشه من شما رو وقتی میبینم طبعم شاد میشود خرسند میشوم از دیدن شما ممنون میگردم البته و امروز نیز شما هر دو همراه خدا کند که البته با هم باشید کسی یا چیز شما رو از هم جدا نکند ولی من فهمیدن میخواهم که شما در صحنه همراه در خانه همراه در کوچه همراه این مگر خوب است یا پهلوی بدی خود رو هم دارد منفی خود رو هم دارد مثلا نگاه کنید به فکر فرآمدن نادره بگیم چون که خیلی زنی زیبا وقتی مثلا در توی ها اون کس رو یگان نفر دور و دراز نگاه میکند شاید الدوربек رشک میکنند یا اینکه برعکس بدرشک هستی من اونقدرم بدرشک نیستم خیلی که میگوین الدوربек повод هم نمیتیم یعنی بهانه نیست برای بهانه نیست برای رشک کردن لیکن بعضی میشد اکون مردی چشمشان یک اون تو دویده میماند من درا پیقاس میکنم این چیز را الدوربек همین نادره بگیم رو من در رولیکای رکلاموی هم دیده ایستادم این به شما پسند است یا شما هم میخواستید که همراه اون کس در یگان رولیکای تبلیغاتی رکلاموی اشتراک کنید البته ما یک رولیکی بهترین به اشتراک کردگی بودیم میخواستم که باز رولیکای بیشتر باشد بیشتر و البته همراه باشه رکلامه بی پول بیشه فهمو در کارهای خانه به نادره بگیم کمک میرسونید یا همیشه که شما در توی یا چهاربینی ها هستید نه البته خودی نادره بگیم بس لازم‌تر میشه من همیشه کمک میکنم کارهای خانه با بسیار کمک میکنیم بسیار خوب سلامت باشید نادره بگیم من در بسیار برآمدهای شما گوش میکنم که شما رو بیشتر پشتوانتان دستگیری میکنن واقعا هم از اون کس شما خیلی minnatdor هستید و خودتان هم شخصا در خانه مثلا کدام کارهای خانه رو به سامان میرسونید همچون زن همه کارهایی که من بانوان زیبای ما میکنن انمون کارها مثل همه بانوان کارهای خانگی یعنی نان میپزید در آشتان آش میپزید البته هر گونه شیرینی و کلچقندها تیار میکنید البته همش رو میدونم یعنی فرزندانتون رو سرزنش هم میکنید بعضی میشه یعنی من میخواستم کمتر مادری سختگیر باشم لیکن متاسفانه بسیار جنگ کرده نمیتوانم چون که مرا در وقتش پدر و مادرم بسیار آزاد ارکه کلان کردن ما در خانه به حق و حقوقی حتی به پدر و مادر گفتن فکری خودمان رو داشتیم برای همین من میخواهم که فرزندانم هم از من یگان چیز را پنهان نکنن روی راست با من گپ زنن میخواهم که فکرشان را بیان کرده توانند گلغنچه نورسته جانم به تو پیوسته گلغنچه نورسته جانم به تو پیوسته بهری تو ای عزیزم گلچینم دست دسته بهری تو ای عزیزم گلچینم دست دسته قاشای تو پیوندی هلا تو دل پسندی قاشای تو پیوندی هلا تو دل پسندی با مهر و با محبت قلبی عاشقم کندی با مهر و با محبت قلبی عاشقم کندی جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم چهره تو مهتابی پیرهنت گلابی
جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم با مهر و با وفایی بهری من بی بهایی با مهر و با وفایی بهری من بی بهایی یارم تو خوشنوایی و دردی من دوایی یارم تو خوشنوایی و دردی من دوایی یاره جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم از دولت عشق با هم یار و یاور هستیم جفتی کبوتر هستیم هم بال و هم پرستیم دختر مهمان در خانه پدر مادر روزه رود از خانه پدر مادر چون آسان نیست دل کردن از جان و جگر گشت عروس می رود امروز گل دختر خیر اکنون آستانه مادر پدر خیر اکنون آستانه پدر مادر آسان که نیست یک نهال را پروریدن با دست خود بر کسی دیگر سپردن مشکل بود آخر از او دل بریدن به بهانه می رود امروز گل دختر خیر اکنون آستانه مادر پدر خیر اکنون آستانه پدر مادر لای 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 گذشت و رفت آن ایامی بچگی ها گذشت و رفت آن ایامی به غمی ها جوانی بود با خود دوری بچگی را در زندگی آغاز گردید دوری دیگر خیر اکنون آستانه مادر پدر خیر اکنون آستانه مادر پدر لای 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 امروز رود از خانتان فرزندتان با نامی نک با ابروی بلندتان راضی شوید در حق این دلبندتان خوشبخت شود با یار خود این گل دختر خیر اکنون آستانه پدر مادر خیر اکنون آستانه مادر پدر ماهی آسمان روشن گردید یار یار گل
خود خوشبخت گردد خوشبخت گردد یار یار خوشبخت گردد صاحب تا جوبت گردد خوشبخت گردد یار یار خوشبخت گردد یار یار. دختر می رود از خانه پدر. یک سرود بسیار عجیب بود. اعظم جان خوش آمدید با محفل امروزه ما. همین سرودتان ورد زبان ها شد و در توی معرکه ها بسیار صدا می دهند. انا همین سرود رو شما با کی بخشیدید؟ مگر به دخترتان؟ من دو دختر دارم. در واسه دخترام سرای دیم برای کسانی که دختر دارن، برای هر کسانی آنها سرای دیم برای دخترشان. فهمو چند وقت شد که شما داماد دار؟ سال گذشته صاحب داماد شدیم. من اینه بینید که یکم ماه شد صاحب نبیره هم شدیم. مبارک باشد. دخترچه باز. بهترین مبارک باشد. اعظم جان مرحله خواستگاری چه خیلی گذشت؟ مثلا به خانه شما خواستگارها آمدند و فهمیدند که یا اینکه تا آمدنشان علاقه می‌دانستند که از اولاد احمدیف ها عروس بردنی هستند، همین گونه نیت هست. من آمده نشسته چی ها گفتند؟ فهمیدند که مثلا دختری شما آنها دانسته آمدند؟ البته از راستی بچه عزیز یک دوستی خودم و اکای خودم یک به خواستگاری آمدن. من بسیار و اون کس را بسیار احترام و حرمت میکنم. نیه گفته نتوانستم از راستی. فهمو. اکای عزیز ما کدی خیلی که میگویم خدا شدیم. بهترین. داماد رو چی گفته نام میگیرید؟ نامشون رو میگیرید یا داماد میگوید؟ چی میگوید؟ البته من کسان پسرم و پسرم میگویم. البته پسرم گفته فریاد میکنم. شب توی عروسی دخترتون هم همون سرود مشهورتون رو خوانده؟ از راستی همین شب توی فرزند دختری خودم این سرود از راستی سال 2015 من برآوردگی بودم. یعنی خیلی بروقت‌تر بود. بعد از آن که دخترم به شوهر دادم از راستی باز همین سرود از نو ورد زبانی خلق شد. ما از می پسی در سرود دخترم گفته سراییدم. دخترم مهرم امیدم گوهرم کاسه آب ز حوضی کوثرم آبروی خانه‌ام بالو پرم میروی خوشبال امروز از برم جان من آباد بادا خانه‌ات تکیه بر داماد بادا شانه‌ات جان من آباد بادا خانه‌ات تکیه بر داماد بادا شانه‌ات دخترم مهرم امیدم گوهرم کاسه آب ز حوضی کوثرم آبروی خانم بالو پرم میروی خوشبال امروز از برم تاج بسر میروی ای تاج سر پای اندازی تو خورشیدی سحر شکری آن دارم ای نوری بسر شد تو فیلت بشمارا یک بسر گل عروسیت مبارک دخترم غمگسار و مهربان چون مادرم گل عروسیت مبارک دخترم غمگسار و مهربان چون مادرم دخترم مهرم امیدم گوهرم کاسه
آب ز حوضی کوثرم آبروی خانم بالو پرم میروی خوشبال امروز از برم پشتی بختت میروی جان پدر میکنی آباد درگاهی دیگر را میشوی نوری بسر خوش قدم باش آیا جان و جگر میدیم این دم تو را از جان دعا تا ابد بادا نگهبانت خدا خانه‌ات بادا پر از پیوندها اختری بختی تو رخشد در سما تا ابد بادا نگهبانت خدا دخترم مهرم امیدم گوهرم کاسه آب ز حوضی کوثرم آبروی خانم بالو پرم میروی خوشبال امروز از برم میروی خوشبال امروز از برم من شما رو مبارکباد میگم. میدونید برای چی؟ برای اون که همین سالی رفته ایستاده میلادی 2024 و فکرم برای شما سالی فراموش نشونده است چون شما عائله برپا کردید. یک سوال برای چی اینقدر انتخاب شما طول کشید شیراز جان؟ هر یک چیز وقت ساعت داره. برای اینکه من سراسیمه هم نبودم راستیگه من گفته بودم که با پای خود خیسته البته تو خانه مقصد خانه داشته و صاحبی کمتر به امیدی پدر و مادر نه یعنی که مقصد آفرین فهمم برای همین من یک مدت وقت لازم بود برای اون که شما واقعا هم خود رو همچون یک نفر شخصی علاقه کمتر با پا ایستاده حساب کرده باشد. بسیار خوب. اکنون شیراز جان به من گوید باری هم شده است که سحر صبح کمتر از خواب مثلا دیرتر بیدار شدید همین گونه حالت هم می شود عروس و داماد جوان شدنش ممکن کو؟ بله خیلی البته که ما صنعتکاران کمتر ما دیرتر خواب میکنیم دیر از این عادتی است مایلش دیگر خیلی‌تر میپرسم خوب عروستون برده مونده است باری هم سحری مثلا برای نهاری تیار کردن شاید کمتر دیر شد و خب یگان نفر مثلا پدرتون یا مادرتون ایراد میگیرن همین صحنه رو به ما افتادی خیلی همسری من که حالا دانشجو هستن یعنی که در کالجی تیبی میخونن بر وقت از خواب بر وقت البته از خواب خسته نهاری رو تیار کرده بعد به درس میروه خیلی میشود که روزهای استراحتی البته این مادری من هم این قدر هم سختگیر نیست دامنی خوب هستن بله برای همین هر دو کلین ها رو میگن روزهای استراحتی به ملال خوب کنید مقصد با قوت گیرید که با بسیار خوب آینده طفلکانی سالم را به دنیا آورید گفتن شاید اکثریت جوانان امروز همسران خود رو یعنی دختران رو دوست داشته انتخاب میکنند و عائله برپا میکنند باید شما هم تا عائله دار شدن همسرتون رو میشناختید دوست می‌داشتید یکدیگر رو یا اینکه پدر و مادر انتخاب کردن؟ راستیگه من پدر و مادر البته انتخاب کردم خیلی خودم نیز معقول کردم راستیگه چشمان مستت چو آهوی بیابانه قد بلنده چو سرو گلستانه چشمان مستت چو آهوی بیابانه قد بلنده چو سرو گلستانه گل خندانی های مهی تابان دردم و درمان آهوی بیابانه گل خندانی های مهی تابان دردم و درمان آهوی بیابان
دهانت چون پیسته خندانی، صوت و صدایت چون بلبل بستانی، لب و دهانت چون پیسته خندانی، سرخی نارت چون سیبک خوبانه، سرخی نارت چون سیبک خوبانه، گل خندانی های مهیتابان، دردم و درمان آهوی بیابانه، گل خندانی های مهیتابان، دردم و درمان آهوی بیابان. عاشقی رویت یار منم من، بسته کویت یار منم من، عاشقی رویت یار منم من، بسته کویت یار منم من، یاری دل جویت یار منم من، یاری دل جویت یار منم من، گل خندانی های مهیتابان، دردم و درمان آهوی بیابانه، گل خندانی های مهیتابان، دردم و درمان آهوی بیابان. چشمان مستت چو آهوی بیابانه، قد بلندت چو سرو گلستانه، چشمان مستت چو آهوی بیابانه، قد بلندت چو سرو گلستانه، گل خندانی های مهیتابان، دردم و درمان آهوی بیابانه، گل خندانی های مهیتابان، دردم و درمان آهوی بیابان. هستند صنعتکارانی که به خاطر کاریره به عباره روسی، به خاطر پیشروی موفقیت از بهر اویله خود میبرویند، یا اینکه برعکس خب به خاطر نگاه داشتن اویله مثلا از صنعت، از هنرشون، از کسبی که شاید دوست داشته با جان و دل انتخاب کردن، یعنی از همان به قول کاریره میبرویند. هست انا همین دو پهلوی مسئله هستند چنین انسان ها. تا آن سطحی که کمی نمیدونم، من حتی میدونم که از برای پیشروی خود یعنی کاریر خود از اویله جدا شدن. البته من آنها رو نامبر نمیکنم. چرا؟ با اندیشه کوتاهی کمینه این محض کاری خطا است. میفهمید؟ برای اون که من خودم پیش روم و از بحر فرزندان برایم، از بحر اویلم برایم، این تربیه تاجیکانه ما با درست نمیگیره. برای این چیکار کردن دکار؟ با اندیشه کمینه فقط صبر و طاقت، تحمل گرایی، یعنی دیگر راه هایی که هست سنجیده دیدن، اون راه هایی که مثلا چیزی که در بالا گفته گذاشتم، از بالای خود کار کردن، کار بردن، حرمت احترام فرزندها را دیدن، علل خصوص حرمت احترام همسر. اگر همسر صنعتکار 100% صنعتکار فهمد و البته پیش میره. اگر نفهمد، من باز تکرار میکنم، من اکثریت میدونم، نامشو نمیدونم، انا همین خیلی که در مرحله امروز نه اینترفی کار شده است و نه اینترفی کار. برای همینم صبر و طاقت، اندیشه رانی، میفهمید؟ یعنی عبرتی دیگرها باید باشن. بگذار از صنعتکاران در اویله داری، دیگر مردمی که هستند گرد اطراف ما به عبرت گیرن. Kelmoqchi edi kelmadi yorim, nima bo'ldi
chaman lola uzorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi uni sarvi chaman lola uzorim nima bo'ldi dildori dilorom vafodoru shirin so'z dildori dilorom vafodoru shirin so'z jonim ila tinglayli nigorim nima bo'ldi jonim ila tinglayli nigorim nima bo'ldi yorim nima bo'ldi zorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi yorim nima bo'ldi zorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi dunyoga kelib topgan ulug' davlatu baxtim shonu sharafim yo'q ila borim nima bo'ldi dunyoga kelib topgan ulug' davlatu baxtim shonu sharafim yo'q ila borim nima bo'ldi men bunda bo'lib tashnayu yorimda erur shod qilmasmi asaro ila zorim nima bo'ldi men bunda bo'lib tashnayu yorimda erur shod qilmasmi asaro ila zorim nima bo'ldi yorim nima bo'ldi zorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi yorim nima bo'ldi zorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi hayratda boqib kechayu kunduz mija qoqmay ko'z tindik deb ko'zi xumorim nima bo'ldi hayratda boqib kechayu kunduz mija qoqmay ko'z tindik deb ko'zi xumorim nima bo'ldi gul gul ochilib kelsa habibini so'roqlab yashnab yasharay fasli bahorim nima bo'ldi gul gul ochilib kelsa habibini so'roqlab yashnab yasharay fasli bahorim nima bo'ldi yorim nima bo'ldi zorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi yorim nima bo'ldi zorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi kelmoqchi edi kelmadi yorim nima bo'ldi مخلصان شما در شهر خوجند بیشتر هستند یا بیرون از شهر خوجند در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوق بیرون از سوق در تاجیکستان در تاجیکستان در شهر خوجند هست ما در ازبکستان رفتیم ما ناحیه ها میریم مخلصا شکرانه همه جا هست رحمت بسیار خوب بسیار خوب و امروز ما تصمیم گرفتیم در مورد خب زندگی و حیات شخصی یعنی حیات پس صحنگی هنرمند صحبت کرده باشیم فرزندها کلان شدگیستند چند نفرند آنها فرزندان 4 نفر 4 نفر همه اویله دار شدند یا نه دوتاشون اویله دوتاشون استودنت دانشجو در کجا میخونند تحصیل میکنند یکتاشون اینستیتوت سیناوا دخترچم دویمش ملی و میخواند دویم کورس یکتاش پنجم کورس دو نفری اویله دارشون چی دختر پسر و یا دختری دندان دانیار جان مفتون خان دولت جان سروینوز خان مادرشون اخشار گینیکولوگ دکتر و یا سرطبیب خیلی اویله نست اکو یک دونی اویله دکترها و صنعتکار من خودم یعنی اویله شما در یک طرف طبیبان دکترها در طرف دیگر صنعتکار باز یک نفر صنعتکار شد از اویله یا نه نه براتون میشوند به فکرم البته الهیم بسیار خوب بسیار خوب در محیط اویلوی مثلا وقتی شما هم سرجم میشوید مثلا من باوری دارم که در یک هفته یک مرتبه اقلا خانه شما دخترها میآمدگستند مهمان شده اونایی که شوهر کردن البته روز یکشنبه اهلی چی میگن یعنی پدر مادر با میرن کو همش امروز شنبه یک شنبه میبینم اگر همون روز شما توی داشته باشید چی
مادرشون که میشینن شما توی میروید نه اگر فرمایش قبول کردگی قبول اگر در خانه باشید برای آنها طعام تیار میکنید خودتون شخصا دست و آستین برزده با دستان خودتون آش پلاو تیار میکنید برای فرزندان البته گشتم آب و ادا آهسته آهستن با آن نازیدنای بی بها آهسته آهستن از عشقت گشتم آب و ادا آهسته آهستن با آن نازیدنای بی بها آهسته آهستن فیغان از دست تنهایی ندانم کی تو می آیی فیغان از دست تنهایی ندانم کی تو می آیی از عشقت ساختم اینجا بیا آهسته آهستن از عشقت ساختم اینجا بیا آهسته آهستن آهسته آهستن آهسته آهستن عشقت گشتم آب و ادا آهسته آهستن با آن نازیدنای بی بها آهسته آهستن فیغان از دست تنهایی ندانم کی تو می آیی فیغان از
کی تو می آیی از عشقت ساختم اینجا بیا آهسته آهستن از عشقت ساختم اینجا بیا آهسته آهستن آهسته 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 вақтҳои охир вақте ки телевизиони SM1 ро тамошо мекунам ё радиои пайвандро гӯш мекунам ҳамешагӣ як суруди зулола намедонам барои чӣ бошад ки сарояндагони мо ҳамин номро хеле дӯст медоранд زلاوله 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 گل غنچه‌ای 18 ساله шумо номи зулоларо дӯст медоред ин ишқи аввалини шумо буд дигар ном нест аслан муҳаббат дӯед салому алайкум мегӯям ба тамоми бинандагони телевизиони исмои мустақим ман дар ҳамин қадар фаъолияти эҷодиам якумин маротиба ба номи як духтар суруд гуфтам ба ин зулола набуд бале ин яъне зулола ишқи шумо не акунун ишқ нею мо аслан санъаткоро бо чанд оҳангсозо ҳамкорӣ мекунем ин шеър ва оҳанг ба дӯсти мо ҷонибек исоматдинов тааллуқ дорад ки он кас ба бисёр санъаткоро ҳамин хел суруд омода карда медиҳад ҳамин чизро пешниҳод кардам ростӣ ба ман писанд омад ва гуфти шумо ҳамин камтар ҳамин конфликтам хонаба шуд барои чи зулола гуфта яъне ҳамсаратон рашкон бале карда албатта хай мо санъаткор ки номи ҳастем ҳамсаратон чи шабнам шабнам гуфта хонед буд акун ин навбат ин гуфтам навбат шабнам суруди шабнам аз низомҷон азимов интизор шавед солҳои ё рӯзҳои наздик хай ба наздикиҳо бигзор ба наздикӣ бошад идома диҳед баъд аз ҳамин суруда ҳамун асосан ҷои ҳамун зулола припеваш ба ман писанд омад нахорад бале баъд ҳамуна омода кардам лекин якумин суруди ман дар васфи духтар номи духтар якумин суруд аст то индам набуд дар бораи оилатон ба мо камтар нақл кунед чунки барои мухлисон донистани он ки низомҷон азимов ки аст оё оила дорад фарзанд дорад чӣ хел зиндагӣ мекунад дар куҷо зиндагӣ мекунад тамғаи мошинааш чӣ хел мо ҳам ба мисли ҳамин мардуми оддӣ умр ба сар мебарем ҳамин дар шаҳри хуҷанд 19 микрорайон соҳиби оила ҳастам дута писарчаи дӯстрояк дорам шукронаи худо мошинае дорем як мошини қиматам кӯҳнека ки арзонака ки қиматам не дар оила ҷанҷол нофаҳмӣ шуда меистад албатта ба назарам ин хел оила нест аст беҷангу ҷанҷол ба назарам ин оила нест аст ба муросим меоед албатта агар шумо сароянда набошед пас кадом касбу корро интихоб мекардед ба фикри шумо шояд раво ҳамин сарояндагиро баҳс мекунеду пас кадом корро пеша мегиред аҷаб не мумкин дар ояндаҳо ҳамин ҳам шавад яъне аҷаб не ҳамин хел кӣ медонад пагоҳ чӣ мешавад намедонем ман дар бисёр соҳаҳо худамро санҷида дидагӣ ҳастам бо санҷидаам дида истодам ман аввал ҳамун лётчик мегӯям ку пилот ҳамун ба ишқам буд бале падарам мехостанд ки духтур шавам фақат ҳамин камтар то ҳамун даме ки мактабро хатм кардем ман камтар ҳамун хунба ҳамин хел чизо ба ин қадар метарсед бале барои ҳамун нехай санъатро интихоб кардем шукр кам шудагиҳомо нестем ин санъат бисёр роҳи пурмашаққат будааст чӣ қадар сол калон шудан гирад чӣ қадар мардуми наздик шудан гиред ҳамин қадар дар бораи шумо гапу чапҳои бекора ҳам мешудааст мардуми мо ғайбатро бисёртар дӯст медоштем ва аз шунидани ҳамин суханҳои масалан шояд ҳавои ки дар васфи шумо гуфта мешавад дар аввал меранҷидам ки не ҳозир аллакай адат кардем яъне одат шуд яъне ки низомҷон агар кас сарояндагиро бас кунад сарнишин намешавад духтур табиб намешавад вале шояд соҳибкор мешавад аҷаб не ташаккур аҷаб не دوستان ما یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکن به هماییم چو دریا شویم از همه
با صدق و صداقت خوریم سر یاری و رفاقت بریم عهد مردی و برادر شدن با محبت بریم سخن از وقتی غنیمت کنیم شکر این لحظه قیمت کنیم غم و شادی جهان پیش همه مثل نانست که قیمت کنیم دوستانم یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکر با هماییم و چو دریا شویم دوستان ما یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکر با هماییم و چو دریا شویم دوستی نیست به مالی جهان یا سری منصبی دور و زمان دوستان دستی وفا می دهند تا ابد دل به دل و جان به جان بین ما حرفی جدایی مباد فتنه و هرزه گرایی مباد هر کی شد با دل ما آشنا تا ابد راهی رهایی مباد دوستانم یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکر با هماییم و چو دریا شویم دوستان ما یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکر با هماییم و چو دریا شویم دوستانم یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکر با هماییم و چو دریا شویم دوستان ما یک جا شویم ذره ذره دل دنیا شویم قطره قطره جان بکر با هماییم و چو دریا شویم محبت حبسی همه دنیای منی محبت نفسی دل شیدای منی محبت انسی دنی تنهای منی محبت 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 حبسی همه دنیای منی محبت نفسی دل شیدای منی محبت انسی دنی تنهای منی محبت
بیمار دلم تو ندانی ناچار دلم تو ندانی بیمار دلم تو ندانی ناچار دلم تو ندانی پارم ز دلم تو نخوانی پارم ز دلم تو نخوانی اسرار دلم تو ندانی اسرار دلم تو ندانی وصلی تو را خواهم گل یک دانه من هجر تو نخواهم توی دردانه من وصلی تو را خواهم گل یک دانه من هجر تو نخواهم توی دردانه من از نکهت گل روی تو آمد به یادم از نکهت گل روی تو آمد به یادم غیری تو نخواهم توی جانانه من غیری تو نخواهم توی جانانه من بیمار دلم تو ندانی ناچار دلم تو ندانی بیمار دلم تو ندانی ناچار دلم تو ندانی پارم ز دلم تو نخوانی پارم ز دلم تو نخوانی اسرار دلم تو ندانی اسرار دلم تو ندانی نالد دلم زی سوز عشق یارم خواهد دلم تنها تو باشی یارم نالد دلم زی سوز عشق یارم خواهد دلم تنها تو باشی یارم شیدای تویم هستی تو لیلای دلم شیدای تویم هستی تو لیلای دلم مجنون شدم زی هجر تو بیمارم مجنون شدم زی هجر تو بیمارم بیمار دلم تو ندانی ناچار دلم تو ندانی بیمار دلم تو ندانی ناچار دلم تو ندانی پارم ز دلم تو نخوانی پارم ز دلم تو نخوانی اسرار دلم تو ندانی جان اسرار دلم تو ندانی محکمی بحریدین نشستند و اون کس رو چخیل معرفی کنم نمیدونم چون اون کس هم شاعر هستند هم سراینده هستند هم استاد هستند آموزگار خوب گفتیم الکای شما اول با محفلی ما خوش آمدید و دیگر اینکه گویید که شما اول سرایندگی رو آغاز کردید یا اینکه شعر نویسی رو اگر گویم که هر دوشم برابر خطا نمیکنم چون که همین شعر و آهنگ یک شود سرود میشد مثل همین یک کبوتری که دو بال دارد و یک بال پرواز کردن نمیتواند برای من همین خیلی بود شعرم آهنگم محکم جان شما با قریب که همه سرایندگان ولایت سوخت شاید بیرون از آن هم همکاری دارید البته برای آنها شعر می نویسید بعدا آنها آهنگ می بندند سرود روی صحنه روی کار می آید و ما مخلصان آن را با میلتان گوش میکنیم اکنون شما گویید کی سرپولتر شاعر اونی که شعر می نویسد یا سراینده اونی که می سراید هر دو اگر گوییم که سراینده سرپول گوییم اگر خطا نمیکنیم چون شاعر فقط همین حق قلمش میگیرد شما هم بد نیکو به فکر من هر دوشته هر دوش از هر دوش که هستید بله البته و درباره خودتون از بیرون مثلا یگان سخنهای غیر عادی که مثلا آهنگ کمتر دروغش هست خیلی بد میکنن شنیده اید؟ بخصوص درباره عائله خود
چون امروز ما درباره خب اویلا داری صحبت کرده ایستادیم و درباره حیات شخصی شما گپ میزنید هنرمندان باری هم شنیدید؟ میشونم خیلی بعض از میگوین که شعر این خیلی آهنگ این خیلی خیلی اکنون اساساً شعر گویم اگر سخنهای دروغ زیبا میکند ما مثلا زنهای با آفتاب مانند میکنیم با مهتاب مانند میکنیم لیکن زنها هم مثل ما مردها انسان هستند یکان بار دیدید که مردهای آفتاب گفته باشیم مهتاب گفته باشیم نمیگوییم من آوازی مجموعه هم گفته میتونم لیکن همین شعر اساساً دروغ زیبا میکند یعنی شما دروغ چی؟ البته برای چی نه دروغی که زیبایی سرور شادی میبخشد فهمو و درباره اویلتون هم شنیدید باری هم مثلا سخنهای شاید کمتر بد رو نه درست رو به چه مناسبت میکنید اگر شنیده مونید اکنون درباره گپ زدن گیرند اویلمو گپ زدن میگیرند اکنون این صنعتکارای اساساً بعضی ها گپ زدن گیرن شما باشد حیات خود را پیش بردن میگیریم خیلی من از دوستام از یار دوستانم یگان جای روستی نیست منم همین اگر گم که حالی دامادی نو هستم خطا نمیکنم چون که 3 سال شد من 3 سال پیش اویله دار شدم صاحب 4 فرزند هستم بهترین خیلی اینجا یک علامت سوال میگذاریم و برنامه رو ادامه میدیم شکر الحمدلله جانان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر آمد این زلفی کجت انبر رخسار مهی انور لعل لبت گوهر من به نظر آمد این زلفی کجت انبر رخسار مهی انور لعل لبت گوهر من به نظر آمد ای چشم سیاه خمار ای شهد و شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لعل لبت گوهر من به نظر آمد جانان به نظر آمد این زلفی کجت انبر رخسار مهی انور لعل لبت گوهر من به نظر آمد این زلفی کجت انبر رخسار مهی انور لعل لبت گوهر من به نظر آمد تابان به نظر آمد ریزوان به نظر آمد مستان به نظر آمد تابان به نظر آمد ریزوان به نظر آمد مستان به نظر آمد جانان به نظر آمد آزاده احد برای کی نمیشناسد
اگر نمیشناخته باشید پس من اون کس رو برایتان معرفی میکنم. مادری 2 نفر فرزندان دوسترو، 2 شاه پسر و در واقع فرزند دویمشان رو همین سال رفته ایستاده سال 2024 روم تولد کردن. مبارک باشد. شاه پسرای شما کلان شده ایستادند؟ بله، الکی 1 ساله هم می شود. سالی 2025 4 январ به 1 سالگی را جشن میگیریم. خدا خواهد. بسیار خوب. 100 ساله شود. و اگر شما رو رفت و به توی دعوت کردن، یعنی توی دارید شما، پس فرزندان خود رو به کی باور کرده میگذارید آزاده خانم؟ عین حال به نانیش. یعنی مربی دارند اون کس؟ بله. فرزندان شما البته. عادت کردن مربی رو دوست میدارن یا شما رو تخمین کرده؟ بسیار خوب. چونکه مربیش هم بسیار انسانی خوب هستند، بسیار من دستگیری میکنند و من از فرصت استفاده برده مینداری خودم رو به اون کس میرسانم. بسیار خوب. سلامت باشید. و اگر شما به توی روید همراه شوهرتون میروید یا اینکه در علاوه‌دگی؟ چون میدونم که شوهر شما هم از عالم صنعت بیخبر نه. بله، شوهرم رو سستفی خودشون هست. یعنی در حیات خودشون؟ بله، اما فعالیتشون رو پیش میبرم. استادم که فعالیتم رو پیش میبرم. از سالی استودنتیم، از دوره های دانشجویی بله، با استاد عالم جان واحدов. و من بسیار منتدار و از این چیز نمینالم هم. بسیار خوب. اکنون دوگانه جان اینجا بیاید. یک سوال بسیار عجیب با کسی نمیگوییم، بین خودمون میماند. البته پشتومن عزیزتون، مناسبت با پشتومن چقدر در خانه شما؟ و میدونید با یک سوال دیگر من باز بنیختر کردم میخوام. مثلا رفت فرزندان شما گریه کردن، پشتومنتون به شما کمک میکنند یا میگویند که آزاده تو همین یک کودک رو هم خاموش کرده نمیتوانی، آرام کرده نمیتوانی، از عهده یگون کار میبرای یا نه؟ گویان میپرسند یا نه؟ نه، این خیلی حالت نشده است. نخود. چونکه پشتومن من بسیاری همراه من نیستند که. شما در علاهدگی زندگی میکنید. اگر خانه باشند و آمده مانند البته نگاه میکنند. به نهایت فرزندای من دوست میدارند، احترام میکنند. همه وقت دستگیری ما دور باشند هم دوریشان نشان نمیتیم. زنگ زده میستند، فکر میکنم که و یا در علاهدگی نیستند. همین وقتی که زنها دخترکان عالم صنعت را انتخاب میکنند، صنعتکار میشوند، سراینده، رقاصه، اکتریسه میشوند، کمتر در جمعیت دیگر خیلتر قبول میکنند آنها را. اما پشتومن شما رو چه خیل قبول کردن؟ پشتومن من خودشون صنعتکار. عالم صنعت است. بله، نصیبه قیوم و اگر بسیاری ها بهترین سلامت باشد. پشتومن عزیز و معتبر آزاده خان. خوش؟ در زندگی زن وقتی من دانشجو بودم راستی گپ همین گپ رو میشنویدم و چه خیل باشد میگفتم. بعدی که یکم فرزندم رو به دنیا آوردم اینقدر مشکلی نبود. دویمش رو که به دنیا آوردم راستی گپ کمتر همین گپ تماشا فهمیدم در حقیقت قیین. صنعتکار زن به هم خانه، هم فرزند، هم شوهر، هم پشتومن، هم کار بسیار دشوار بوده است. نگاه کنید چی باعث گردیده ایستاده است که شما در یک وقت هم کسب و کار خود را پیش برده ایستاده، یعنی فعالیت خود را و هم عائله خود را نگاه داشته ایستاده؟ در این دستگیری یگان نفر است بله. یا هم دیگر فهمی؟ دستگیری هم از طرف خانواده من، هم از طرف استادم که یگان کار و حال شده ماند. من حاضرم پسرچم کمتر مزهش نبود، همون مربیش به دادم و التماس داشته استید من رفته بیام دستگیری. اگر حاضر اون کس نمی بودن من شاید اینجا با آمده نمیتونستم. تشکر. سلامت باشید و به مربی فرزندان آزاده خان هم تشکر. برنامه ما را ادامه میدهیم و البته سرود جالب از شما. وصالت بختی بلندم، جمالت نوری دو چشمم، صدایت صدای قلبم، صفایت مرهمی دردم. وصالت بختی بلندم، جمالت
صدایت صدای قلبم صفایت مرهمی دردم ای دل زی غم آزاد شوی عشق به تو من یار ای دل زی غم آزاد شوی عشق به تو من یار ای جان جانی جانان شوی یاری وفادار ای جان جانی جانان شوی یاری وفادار تو اگر با من نشینی بهترین عشق آفرینی تو اگر با من نشینی بهترین عشق آفرینی بهترین عشق آفرینی ای دل زی غم آزاد شوی عشق به تو من یار ای دل زی غم آزاد شوی عشق به تو من یار ای جان جانی جانان شوی یاری وفادار ای جان جانی جانان شوی یاری وفادار با عزت نفسی کسی رسیدنی نیستم، اما هنوز هم امروز در جمعیت بین مردم شاید منتالیتت چنین است، بعضی قالب‌های شخص شده وجود دارد، خصوصا نسبت زنان صنعتکار، مثلا سراینده، رقاصه یا من اکتریسه، هنوز هم میگویند که وای مرد باشد ارتیست، زن باشد ارتیستکه. و برای چی همین قالب‌های شخص شده هنوز هم جای دارد؟ انا همین قالب‌ها شکستنش مشکل است و بنابراین شاید زنها هم کمتر راهی صنعت را شاید انتخاب میکنند. برای چیست؟ بنیاد مشکل است این را در همین یک برنامه حل این مسئله را یافتن. باید گویم که از گناه من گذرند. علاوه خصوص خوجندیان که من در اینجا آب خوجند خورده کلان شدم، وقتی که ما کارمو میفراید به صنعتکار، همه کاری صنعتکار میکنیم، همه کارش که روزگی میدیم، همین کارش که گذشت وای که وای بود میگه بسیار خطا. من میدونم طرفی انا تاجیکستان جنوب، انا بدخشان، انا ولایت ما هم تو دیگر جایها صنعتکار سر شما برداشته میگردن. دیگر دولت‌های بسیار ابر قدرت به صنعتکار باور کنید همین قدر اعتقاد میکنن که همین قدر بردار میکنن چی گفته نمیشه. چی با؟ البته این وابسته پیش از همه از خود صنعتکار. لیکن مردمی که گرد و اطراف هستند بسیار خوب میشد درباره صنعتکار، مقام صنعتکار کم و بیش خوانده باشند. ارتیست نگویند. برای اینکه صنعتکار ابو عبدالله رودکی که بود میداند، فرزانه خان که است میداند، ابو علی ابن سینا که بود میداند، بیدیل که بود میداند، کمال خوجندی که بود میداند. یعنی از عالمی شاید زیبا اکثری صنعتکار برخوردار هستند. آیا آن مردمی که مثلا ما رو امروز ارتیست میگن، هنرمند نمیگویند؟ آیا این طرفی کار رو خودشان میدونن؟ از این کوچه گذشتن و باز میگم ممکن گناه آنها نباشد، لیکن پیش از همه آبروی نفوذ خود را باید صنعتکار دارد، با قدری کسب خود رسد. من بینیاد اویلای صنعتکار میدونم که بینیاد موفق هستند. میبخشید با قول خوجندی باستانی عروس دارن، کلینا دارن یک چند نفر، دامادها دارن یک چند نفر، بسیار اویلی نمونه‌ای هستند. چرا نه؟ باز میگویم فقط کارشون فرایند همین خیلی مراجعت نکنن، همه کار به تیار هستن، کارشون که گذشت مد نظر میکنن. بسیار کاری خطا. من باز میگویم که از گناه من گذرم. نگویم این اندیشه البته یک مرحله بسیار کوتاه میگذرد و پسی سر میشود. من 100% به این باوری کامل دارم. سلامت باشید.
برنامه جنبستی پیچتابی زمان را ادامه میدهیم و مهمانی السلام علیکم السلام و علیکم السلام تا سالی نو منه نگاه کنید دیگه کمتر وقت مونده است مهمانی برنامه امروزه ما مهمانی نوبتی ما راهبر تئاتر استودیوی خندین کمان مقیم جان عبدالفتاح استاد دکوراتور سیمای مستقل و در واقع تا فرا رسیدن سال نو میلادی همگی یک چند ساعت باقی مانده چند لحظه ها باقی مانده است و شما رو خوش آمدید میگویم مقیم جان امروز البته شما الکی با خبر شدید چون از آغاز برنامه در این محفل ما اشتراک میکنید ما درباره اویل صحبت میکنیم خب من حاضر کوچه بفهمیدم کوچه با این همین وایب سیمچوب به استودیوگی بود گرفته آمدم بسیار یک چیزی عجیبی بود است من صاحب ساعت با کارکاریست است نگاه کنید مقیم جان البته ساعت کار میکند و عمر ما هم لحظه به لحظه به حکم تاریخ رفته ایستاده است و میدونید چه الکی دیروزه جوانان نوکار امروز الکی صنعتکاران کسبی شده ایستادند و یک دو نسل الکی به وایه رسیده ایستاده است در مدت 25 30 سالی مثلا فعالیت ایجادی هر نفری که امروز در محفل ما اشتراک میکنند دیروز دخترچه بسیار بزیب و زیبا که حالا هم از بزیب و زیبا شده است آفتاب مهربانی میبرد امروز من پیچتاب مهربانی میبرد محمد خان مراد اصلا عجایبش فرزندان هم کلان شدند الکی امروز خدای اندادار شدیم داماددار عروسدار نبیره ها قطارک بسیار خوب است و اکنون سوال دهم یک سوال مقیم جان برای چی صنعتکار با صنعتکار خدای انده نمیشود یعنی رشته خدای و اندگی رو نمیبندد یا اینکه هستند و من بخبر نه البته هستم مثلا گریم من دختری فرید مرکوری مثلا گریم زاوچگی به میرفته که بودم بیچاره گذاشت فهمیدید برای همین هم راستی اگر گریم اگر برای چی نیه مثلا گریم می شود که مثلا گریم صنعتکار با صنعتکار خدا باشد خب و برای چی نشده ایستاده است آخه اوینده می شود دوست کودکاشون مایده دیگه همشون مایلش با یک کلمه این تقدیر دیگه تقدیر پیشونه مایلش لیکن من میدونم حافظ قطعی همون نوازندهش خدا این چه قفاش به نوازنده هست کو هر دوشون خدا کی گفته میتونم نه من اینو گفته نمیتونم لیکن میدونم البته نه کو مویا گاب زدی گفته چی نکنم هم مایلش نباشد خودتون گاب میزنیم مقیم جان شما هم الکی صاحب داماد عروس هم دارید نبیره ها چند نفر شدن نبیره ها خدا را شکر ارا 4 نفر بهترین بسیار خوب کلان شوند اکنون وقتی باید یک قفاتر میریم مرحله خواستگاری رو به خاطر آورید قفاتر رویم خیلی ساعتتون هم گیرید قفاتر مرحله خواستگاری بسیار سوال عجیب وقتی همسر شما به یک درگاه خواستگار شده در اومدن برای عروس آوردن یعنی خانه‌دار کردن پسرتون وقتی فهمیدن که داماد شونده فرزند مقیم جان عبدالفتاح آنها چه خوب مناسبت کردند یا اینکه به خاطر اون که پسری مقیم جان عبدالفتاح نه ما دختر ما نمیدیم گفتن یا اینکه برعکس نه ما میدیم البته کدام میشویم گفتن بسیار اول مثلا گیریم اونها حیران میشوند یکم همین که پسری کلان دارید می ها دارم من مثلا یعنی که شما جوان بعدا من مثلا با خوزگی برای پسرم من اول همون محله برفتم کمتر از ولایت بیرون که کلینی ما از ولایت بیرون مثلا گریم از طرفی ترسون زوده خب من یک فتاپرت گرفتم و گویا که من نوارگیری رفته استم فیلم با همون خانه با وارد شدم بعدا یک موی سفید نشستیم بالی کرد و کسی منو شناختن هم بچه من رفتم یک بار خانه های دیسادیم اگر معقول شد همینجا فیلم نوار بگیریم می و کسی مالش بچه هم گفتن ولی یگان ذره خبر ندارد که من مثلا گیریم از همینجا برای خوزگی مثلا رفته بی دیدیم مصلحت کردیم خانه های من نوار گرفتم بچه های عرب شوی هم قطعی من فتاپراتشون گرفته رفته خلاصی گپ این تو شد که خدا اومدم یعنی که همون پدری دختر بعد وقتی هم شناختن ها تینج بی ما شما تلویزیون باز دیگه ها من گفتم خیلی من نوارگیری بودم مادرشون کردین که سر گفتم مرکز درس دوزده سازی میبیاد همه جمع شد که سن نشستیم فتاپرات باین به ماندم و گفتم این فتاپراتی ما هم تو نوار گرفتیم و گپ عموما دیگر طرف با کینوی حیاتی نوار بومدیم خلاص و ها همه حیران شده موندن بعدم دویم بار با همراهی زوجم خواهرم رفتیم
خلاص همین خیال شد و تقدیر همونجا بوده است بعد کلین کردیم و آوردیم بسیار خوب از وای تربیه عقبه یعنی با خداها هم شوخی میکنه البته چی بنی هر باری که چه ما قبول میکنن بهترین قبول میکنند و ها که آدمای جدی هستن بعضا شوخی و با فایده دارد با داماد چه زبان یافته ایستاده با کلین ها مایلش داماد هم دارید کو ها داماد با کلین البته زبان یافته داماد من راننده ماشینی همین کباون است بود دولام همین خیال آدم کم خیلی چی وقت دارد که چی میکنه لیکن با همراهی وقت ما جدی میشیم میخندیم من با قریبی یک سیر سفر داشتیم همراه دیگه یعنی کسی همراه سفر کردیم اومدیم خیلی بهترین به شوخی رنگی فرزند چه شوخی میکنیم برای خانه ما با کن بی شوخی نمیشه نه تصور میکنم تشکر سلامت باشید مرحمت گذشته نشینید نه من نمیشینم میستید چادری گلناز بسر میکنی باز مرا خونه جیگر میکنی چادری گلناز بسر میکنی باز مرا خونه جیگر میکنی چادری گلناز چادری گلناز چادری گلناز چادری گلناز سحرگاهی که باران نم داشت چادری گلناز دلم از بخمی تو خمی داشت چادری گلناز ندانستم که در عشق و محبت چادری گلناز دلی پر آرزویم چی کمی داشت چادری گلناز چادری گلناز بسر میکنی باز مرا خونه جیگر میکنی چادری گلناز بسر میکنی باز مرا خونه جیگر میکنی چادری گلناز چادری گلناز چادری گلناز چادری گلناز شبها خدایا چادری گلناز با یاد آن رو خلبا خدایا چادری گلناز ندانستم که در عشق و محبت چادری گلناز دلی پر آرزویم چی کمی داشت چادری گلناز چادری گلناز بسر میکنی باز مرا خونه جیگر میکنی چادری گلناز بسر میکنی باز مرا خون جیگر میکنی چادری گلناز 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 سال 2013 در خاطر دارم با تحت رهبری هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی معلمه زیبا امینزاده انسامبل رقصی زیبا در ولایت سوخت باز از نو دوباره احیا گردید و معلمه عزیز شهلاخان جلیل و شما نیز همراه معلمه بودید و البته برای اون که زیبا عمر دوباره بیند خدمت شما به نهایت بزرگ است. من فکر میکنم که واقعا هم سرجم نمودن دخترکانی با استعداد، پیش بردن فعالیت آنها
омӯзондани нозукиҳои санъати рақс ин як меҳнати хеле сангин ҳам ҳаст. дуруст маълима? соли 2013 мо баробари маълимаи азиз ҳамин ансамбли рақси зеборо барои эҳё намудан мактаби рақси зебо минзодаро ташкил намудем ки он вақт мо аз худи мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри хуҷанд аз шаҳру ноҳияҳо қариб ки аз байни 700 нафар духтаракон ба тариқи кастинг озмун духтараконро интихоб намудем аз синни 4 сола гӯем хато намекунем. духтаракон бисёр ҳам зебо буданд, дар ҳақиқат зебо, аз оилаҳои зиёиён, аз оилаҳои кормандон, аз ҳар шаҳру гӯшу канори вилояти Суғд даъват шуда буданд ва мо мувофиқи нақша чорабиниҳо, мувофиқи ҷадвали машқӣ онҳоро ба гурӯҳҳо тақсим намуда мо аллакай машқро оғоз мекардем. дар репертуари мактаби рақси зебо аминзода тамоми рақсҳои дар баробари рақсҳои миллии тоҷикӣ рақсҳои тамоми ҷаҳон омӯхта мешуд ки духтаракон боз як шавқу завқи зиёд ба маҳфил меомаданд, рақс мекарданд, дар тамоми чорабиниҳои шаҳру вилоят берун аз он иштирок мекарданд ки якумин сафари ҳунарии мактаби рақси зебо аминзода ба давлати Умон буд ки ҳоло ҳамон дастпарварони мо имрӯз аллакай онҳо аз байни ин духтаракон аллакай модар шуданд, аллакай соҳиби чанд фарзанд шуданд. то ҳатто ба наздикӣ бо як нафарашон вохӯрдем ки аллакай духтарчашон 4 сола аллакай омада ҳамин санъати рақсро аз худи маҳфили модарашро идома дода нест. санъати рақс ин худ як зебоист, як зебоист ки дар тамоми маҳфилҳо, дар тамоми шабнишинҳо бе ҳамин чиз мо тасаввур карда наметавонем. ба шахс ҷавонӣ мебахшад, ба шахс саломатӣ мебахшад. ҳоло ман агар хато накунам нисбат ба солҳои пешин назари мардуми мо, назари худи ҳамин худи волидайнон дигар шуда истодааст. мумкин ки аз дидани аз воситаи ахбори умма, аз тамоми озмун, фестивал озмунҳое ки дар тамоми ҷаҳон гузашта истодааст маҳз дар бораи санъати рақс онҳо аллакай хабардор ҳастанд ва худ ман аллакай ҳамин фарқиятро дида истодам ки назар ба солҳои пешин худи падару модарон, волидайнон худашон духтараконро аз даст гирифта ба маҳфилҳо, ба ансамблҳои рақсӣ омада истоданд ки ҳар бор мебинам бибиҳо мебиёранд, набирачаҳошонро мунтазир мешаванд дар варзишгоҳҳо. ин фахр аст, ин ифтихор аст. мо ба онҳо корбарӣ мекунем, суҳбатҳо мегузаронем, фаҳмондадиҳиҳо, роҳҳои фаҳмондадиҳӣ ҳаст ки ман фикр мекунам аллакай ҳамон назари нодуруст ки нисбати санъати рақс бештар фикр доштанд ки гӯё оила барпо карда наметавонанд. не, ҳозир баръакс аз тарзу услуби одоби духтаро аввал бохабар мешаванд. фарҳанг то чӣ дараҷа фарҳангшинос аст, то чӣ дараҷа этика эстетикаи хуб дорад ва аллакай назари онҳо ба санъати рақс дигар шуда истодааст ки ниҳоят пешравӣ аст, ниҳоят хурсандиовар аст. албатта хурсандиовар аст. маълима нигоҳ кунед ҳамин гулдухтаракони зебои мактаби зебо, ансамбли зебо, ҳамаи онҳо ман фикр мекунам ки дар баробари он ки онҳо хеле моҳирона, бо истеъдодона, хеле зебо, маҳин нозук андом мерақсанд, онҳо шояд дар ягон касбу кор ё ин ки дар ягон донишгоҳ таҳсил ҳам мекардагистанд. яъне онҳо аз дигар духтаракони муқаррарӣ фарқияте надоранд, баръакс як афзалият ҳаст. албатта дуруст аст, чун бо истеъдод ҳастанд, ҳунарманд ҳастанд. бале ҳар яки ин духтаракони мо барои мо ҳамчун фарзандамон ҳаст. мо бо чашми меҳр ба онҳо менигарем. инҳо аз мактабҳои таҳсили миёнаи умумӣ, аз донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат, аз тамоми касбу ҳунарҳои гуногун, дар байни инҳо катбону ҳаст, дӯзанда ҳаст, сароянда ҳаст, умуман ҳатто ҳамшири шавқатам ҳастанд ки ин баробари омӯхтани касбу ҳунари худ боз санъати рақсро давом медиҳанд ки
дар фориқ аз вақтҳои холигӣ мерақсанд, худ эҷод мекунанд. ҳатто аллакай аз байни ҳамин духтаракони зебои мо азиза хон набиева худ омӯзгор аст. вақте ки аввалин бор ба мактаби рақсии зебо омадагӣ буд 4 сола буд. ҳоло дар бахши якуми донишгоҳи давлатии хуҷанд таҳсил мекунад ва худ бо гурӯҳи кӯдаконаи ансамбли рақсии зебо аллакай дарси рақс мегузарад. ман бисёр хурсанд ҳастам ки онҳо аллакай ба мо кӯмак мерасонанд. аллакай мо бо онҳо фикрҳои худро гуфта метавонем. давомдиҳандаи санъати рақси тоҷик, санъати миллии тоҷик ҳастанд ки тамоми миллати дунёро аз рӯи фарҳанг, аз рӯи санъаташ мешиносанд. شد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چی میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی میانی ما با تو یک الفت بود بهار عشق ما را آفت بود میانی ما و تو یک الفت بود بهار عشق ما را آفت بود چه میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی دلم مشتاق لب‌های تو باشد خیالم گرم سودای تو باشد دلم مشتاق لب‌های تو باشد خیالم گرم سودای تو باشد تو بیا با گرمیت کو مستی مستم که آغوشم فقط جای تو باشد چه میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی سرم فکری سری کوی تو دارد هوای دیدنی روی تو دارد سرم فکری سری کوی تو دارد هوای دیدنی روی تو دارد خیالت روزی بس میگیرم و گوش همیشه بیسترم بوی تو دارد چی میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چه میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی میانی ما با تو یک الفت بود بهار عشق ما را آفت بود میانی ما با تو یک الفت بود بهار عشق ما را آفت بود چه میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چه میشد عزیزم هر شب بنزدم آیی آیی زغمات بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی
یک صاحبکار قشلاقی دوردست به این طرفی دریا و این طرف به کوپروک ساخته است. کوپروک با چی گفته است؟ هر کس گذارد 50 درم. این طرف میگذاری 50 درم، اون طرف میبینی 50 درم، فرقش نیست. مردم ناراضی، جنجال، همین مرده که بعد میبینن بعد از یک 40-45 سال مرده که وقتی وفات کنی شما پسرش جیغزده پسرم این مردم محله منو گنده میبینند همیشه که منو نغز بینند است. پسرش هم گوروچوی بکره روزی 3 پدر و کوپرو که گذاشتنش نرخش 5 سامان کرد. 5 سامان. خلاص هر مردمی که از اونجا میگذرد داداش نغز بود 50 درم میگفت. مالش بیاید تو. تو نازنینی تو دل آرایی نامهربانی به وفای دل نداری تو خوش رویی تو مهتابی برای من تو یک تایی دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین از عشق تو من دیوانه گشتم بهار ما افتاب من کجایی وقتی نبودی گویا نبودم حرف دلم رو من به تو نگفته بودم دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین دلکم گم میزند جانکم گپ میزند هوش یادم میبرد ای نازنین نماند
بگانه هستی در حسن یگانه چون پری افسانه نگاهایت گیرد جان ادا کند بگمان دل را نماند امان شیرین نازی تو همان نگاهایت گیرد جان ادا کند بگمان دل را نماند امان شیرین نازی تو همان عاشقانت پروانه از عقلی خود بگانه هستی در حسن یگانه چون پری افسانه نگاهایت گیرد جان ادا کند بگمان دل را نماند همان شیرین نازی تو همان نگاهایت گیرد جان ادا کند بگمان دل را نماند همان شیرین نازی تو همان عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق کشی اب مروت عجب صورت عجب قامت عجب قد عجب عاشق کشی اب مروت کمنده بسته پای دل من کمنده بسته پای دل من نمی ترسی تو از روز قیامت نمی ترسی تو از روز قیامت عجب ابرو عجب گیس و عجب مو عجب گردن عجب غبغب عجب رو عجب ابرو عجب گیس و عجب مو عجب گردن عجب غبغب عجب رو عجب صاحب جمال دلبری من عجب صاحب جمال دلبری من مثالی دسته گل میدهد بود مثالی دسته گل میدهد بود خودت گل قامتت گل کاشی پاد گل قد بالا بینازم خیرمنی گل خودت گل قامتت گل کاشی پاد گل قد بالا بینازم خیرمنی گل اگر یک شب به باغ جا بگیرم اگر یک شب به باغ جا بگیرم بگردم شاخ شاخ مثل بلبل بگردم شاخ شاخ مثل بلبل سفیدی صورتت مثل سحرگاه روخت ماه روخت ماه سفیدی صورتت مثل سحرگاه اگر روز 200 بارت نبینم اگر روز 200
صد بار از نبینمش بریزد اشکی چشمم مثل دریا بریزد اشکی چشمم مثل دریا عجب صورت عجب قامت عجب خند عجب عاشق کشی به مروت عجب عاشق کشی به مروت شدم عاشق با لبخندی لبان نازی تو عزیزم حرفی پنهانت نگاه و رازی تو نمیدانم چی خوانم با صدای سازی تو مهینه جان مهینه میره سپنا کرانی کبو آئیگی تو آیه رو تو مستانی کبو آئیگی تو التجای زندگانی کبو آئیگی تو چلیا تو چلیا प्यार की गलियां बाहों की गलियां सब रंग रलिया पूछ रही है प्यार की गलियां बाहों की गलियां सब रंग रलिया पूछ रही है गीत बन गए किसी दिन गाएगी तू شدم عاشق با لبخندی لبانی نازی تو عزیزم حرفی پنهانت نگاه و رازی تو نمیدانم چی خوانم با صدای سازی تو مهینه جان مهینه هستی تو گلی من ماه خوشگلی من جای تو دل من جان مهینه هستی تو گلی من ماه خوشگلی من جای تو دل من جان مهینه مرا کردی تو شیدای چشمی جان شدم عاشق با لبخندی لبانی نازی تو عزیزم حرفی پنهانت نگاه و رازی تو نمیدانم چی خوانم با صدای سازی تو مهینه جان مهینه میره سپنا کرانی کبو آئیگی تو آیه رو تو مستانی کبو آئیگی تو التجای زندگانی کبو آئیگی تو چلیا اب چلیا چلیا تو چلیا مهینه جان مهینه یارم مثل ماهی خندیده در نگاهی چشماش پر جلوهی هم درد و هم دواهی یارم مثل ماهی خندیده در نگاهی چشماش پر جلوهی هم درد و هم دواهی چشماش پر جلوهی هم درد و هم دواهی لب لبی دریا میروی تنها تو لیلا به ما تو لیلا تنها تو لیلا با نگه دل میبری دل شده شیدا عشق تو رویا دل شده شیدا از عشقت من بیمارم الالهی بهارم از عشقت من بیمارم الالهی بهارم تو
تو را من انتظارم باره بیا کنارم تو را من انتظارم باره بیا کنارم لب لبی دریا میروی تنها تو لیلا به ما تو لیلا تنها تو لیلا با نگاه دل میبری دل شده شیدا عشق تو رویا دل شده شیدا اگون چایی خندیده آهی دلم نشنیده اگون چایی خندیده آهی دلم نشنیده وصل تو خواهم ای گل هستی تو نوری دیده وصل تو خواهم ای گل هستی تو نوری دیده یارم مثل ماهی خندیده در نگاهی چشماش پر جلاهی هم درد و هم دواهی چشماش پر جلاهی هم درد و هم دواهی لب لبی دریا میروی تنها تو لیلا به ما تو لیلا تنها تو لیلا با نگاه دل میبری دل شده شیدا عشق تو رویا دل شده شیدا لب لبی دریا میروی تنها تو لیلا به ما تو لیلا تنها تو لیلا با نگاه دل میبری دل شده شیدا عشق تو رویا دل شده شیدا دل شده شیدا عشق تو رویا سرایم شیر عاشقانه باید بمیرم بر لب ترانه باید بسوزم من در محبت ای آتشی دل ای نازدانه باید بسوزم من در محبت ای آتشی دل ای نازدانه باید بدانی سرمایم را بر دل شناسا شیرم نشانه باید سرایم شیر عاشقانه باید بمیرم بر لب ترانه باید بسوزم من در محبت ای آتشی دل ای نازدانه باید بسوزم من در محبت ای آتشی دل ای نازدانه
سرایم شیر عاشقانه باید بمیرم بر لب ترانه باید بسوزم من در محبت ای آتش دل ای نازدانه باید بسوزم من در محبت ای آتش دل ای نازدانه باید سرایم شیر عاشقانه دوست دارم زیش خد بی قرارم تو را از جان دوست دارم زیش خد بی قرارم بد آمد گرفتارم های های سنم های مغرور تو همه شو از من دور دایما تو در دلم ای دل بری خوشگلم دایما در دلم ای دل بری خوشگلم به حسن تو قائلم از روی تو بارد نور جانا مشو از من دور از روی تو بارد نور جانا مشو از من دور شو از من دور دردی عشقت باشد زور هرگز مشو از من دور به حسن تو قائلم با تو هستم من دلخور یارم مشو از من دور با تو هستم من دلخور یارم مشو از من دور تو را از جان دوست دارم تو را از جان دوست دارم بینندگان عزیز ما عرض سپاس خود را با همکاران برنامه امروزه به مؤسسه دولتی کاخ فرهنگی به نام ابو عبدالله رودکی، کاخ سغدیان، تئاتر مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی و با تویخانه سیحون و شرکت کوکاکولا و اجنسی آرایشاتی ایونت و با شیرینی ها از برند بوندکس منتداری بیان میکنیم برای همکاری های سودمند. اظهار سپاس.
عمر علیچ برنامه هم جنبست شد به فکرم بسیار زیبا و البته یک دلنشین بود چون که دوستان دلنشینی ما اینجا در محفل اشتراک کرده همه کسی و از برنامه امروزه ما شما حلاوت بردید و به چی خلاصه آمدید استاد جانی عزیز؟ محبت خان من البته حلاوت بردم به یگان بالابندی لایق بزرگوار میگوید که جهان و زندگانی با تو زیبد سرور و شادمانی با تو زیبد جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبد من جوان های امروزه یعنی هنرمندانی جوان شایسته را امروز دیده بسیار خوشحال شدم یک محفل بسیار زیبا شد دیدنی باغ شد البته فخر میکنم که در خوجند باستانی ما یک کمی خیلی تلویزیون عالی جناب هست سینمای مردمی رقم 1 و خرسند از آنم که همین خیلی محفل ها را شما ترتیب داده ایستادید من باوری کامل دارم که از این بهترش به خدای تعالی رسانیده باشد و خیامی بزرگوار میگوید که خورشید سپهر بی زوالی عشق است مرغی چمنی خجسته فالی عشق است عشق آن نبود که همچو بلبل نالی هرگه که بمیری و ننالی عشق است خواهان آنم که آن جوانهایی که صاحب استعداد امروز برآمد کردند بسیار سرودهای جذاب خواندند دلهایشان دائما با عشق زنده باشد با عشق نسبت به سرزمین با عشق نسبت به والدین با عشق علل خصوص به عائله پیش از همه به همسر خود خواه زن باشند خواه مرد به همسرهای خود دائما وفادار باشند آرزوی حوثی فرزندهای بینند آرزوی حوثی نبیره ابیره های بینند شویش کاری هر یکی که در اینجا امروز نشسته طبع ما را یک شاد کرد به نهایت شویش کارشان خدای تعالی داده باشد آخر الامر گفتنی هستم که سالی آمده ایستاده به همه آنهایی که در اینجا اشتراک کردن و علاوه خصوص برای شما اومده تشکر مبارک شود تمام خوشی‌های حیات را به شما تمنا دارم سربلند خانه آباد باشید مبارک شود تشکر به شما سال آمده ایستاده سال نوی میلادی 2025 مبارک و فرخنده باشد و همیشگی ان همین خیل بین دوستان میان مردم باشد همراه ما باشد و از مصلحت ها از صحبت های شکرین شما همگان لذت بریم همیشه صحت سلامت باشد تشکر برای اشتراکتان تشکر بری خورشید تابان یادگاری سود و سامان این بری خورشید تابان یادگاری سود و سامان خانه امید و ارمان دولتی من تاجیکستان 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 از زرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان از زرافشان تا بدخشان از خوجنده تا به ختلان مسکنی دل مسکنی جان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان
دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان زمینی ساخترها متی خود افروخترها مهربانی بی وطنها دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک وقت آبادی مبارک گشت آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان 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 دولتی من دوستان عزیز ما رسیدیم به فرجام برنامه امروز. انا همین لحظه ها بعد از یک چند دقیقه های به شمار به حکم تاریخ می روند و من از همه آنهایی که در این بزمگاه در این تالار در این برنامه ما شرکت دارند از یکی آنها منادار هستم سپاسگزار هستم و بار دیگر خاطررسان می نمایم که این برنامه جنبستی پیچتاب زمان سیمای مستقل یکم است و البته من با هر یکی شمایان اشتراکچیانی مهمانان عزیز و معتبر برنامه امروزه سپاس میگویم و با همه شمایان از جمله با همه آنهایی که ما را الحال تماشا دارند پیش از همه تنی صحت خاطر جمع دل بیغم دسترخوان شاد و روزهای همین گونه خرسندی و آبادی را آرزو میکنم. خدا کند که خاندان هر یکی ما و شمایان در سال نو آمده ایستاده 2025 توی شود و همه آن دوستان دلکشی که در این تالار میبینید البته در توی روز شادی و خرسندی شما خدمت کرده باشند. باقی در پناه خدا باشید. خیر. رزان است تو رزان